که حرف اولی وی با حرف آخری بیتی که تو خوانده یک باشد و با همین طریقه خواندن میگیریم. هر کس که جواب دادن نتواند بایدادگی حساب می‌یابد و بیتی یک بار خوانده شده را دوباره خواندن درست نیست. همانجا جلد 6 صفحه 192. صدرالدین صحرایی بعد از آن که چی بودن بیت برک و ماهیت آن را میفهمد، با آن بچه شهری عبدالواحد بیت برک را آغاز می کند. آنها هر دو در مدتی تخمیناً 15 دقیقه تقریباً 50-60 بیت را به واسطه با همدیگر سوال و جواب کردن و شعرخوانی و شعردانیشان را نمایش دادن بیت برک را ادامه دادند. ولی از دقیقه های اولی بیت برک به صدرالدین معلوم می گردد که گرچندی بیت های از یاد کردهش هنوز تمام نشدند، عبدالواحد نسبت به او هم زودتر بیت های در کاری را می یابد، هم در بیت برک نسبت به رقیبش تجربه کافی دارد، هم برای هر حرف بیت بسیاری را از یاد می داند و هم بیت های خوبی به آدم و به سامع تأثیر کننده می یابد و می خواند و غیره. در عین زمان صدرالدین احساس می کند که عبدالواحد با آهنگ و طرز خوانیش به مضمون و معنی بیت های خوانده‌اش اهمیت نمی دهد و او معنی های بیشترین آن بیت ها را آنقدر درست نمی داند. صدرالدین عینی کلیات جلد 6 صفحه 192. بنابراین صدرالدین از این کمبودی و سستی حریف خود ماهرانه استفاده برده راه فریب را پیش می گیرد و هوشیاری را به کار برده در بعضی حالتها در بیت برک ساختکاری را که مانند ایجادکاری است پیشه می کند و حتی بی ویران نمودن وزن شعر بجای عوض کردن و ویران نمودن وزن شعر بجای عوض کردن و ویران نمودن مصرع ها و کلمه های بعضی بیت ها نیز جرأت می نماید. عینی همون لحظه های بیت برکش را با عبدالواحد به خاطر آورده چنین می نویسد: هرچند بیت های از یاد کردم هنوز تمام نشده بودند، بیتی که حرف اولش با حرف آخری طرف مقابل یک باشد به یادم کم رسیدن گرفت. حریف من نسبت به من زودتر بیت های درکاری را یافته میخواند. من حس می کردم که او در این کار تجربه کافیه کننده دارد. برای هر حرف بیت بسیاری را از یاد می داند و این چنین او بیت های خوبی به آدم تأثیر کننده می خواند. لیکن از آهنگ خوانشش معلوم می شد که او معنی های بیشترین آن بیت ها را آنقدر درست نمی داند. من از این کمبودی های حریف خود فایده برده فریبگری را به معنی عکس این مفهوم، یعنی به معنی مثبت این کلمه به کار بردن گرفتم. کلمه های بعضی بیت ها را که حرف اولیشان به درد من نمی خورد بالا پایین کرده به مطلب موافق نموده می خواندم، یا اینکه بجای کلمه اولین بعضی بیت ها کلمه های بیرونه را که حرف اولینشان به من در کار بود می آوردم. البته با این کاری من معنی بیت ویران می شد، اما حریف آن ویرانی را حس نمی کرد. همانجا جلد 6 صفحه 192. از این اشاره های عینی فرضیه یا تخمینی به وجود می آید که او از یک طرف هنوز از دوره های شباب و بلوغ عمرش نه تنها در یادکنی و حفظ شعر یا بیت قابلیت خوبی داشته است، بلکه به درک و فهمیش معنی و مضمون آنها خوب سرفهم هم می رفته است و اگر لازم شود و ضرور آید موافق آهنگ و وزن و مضمون و مندرجه این و یا آن بیت و کلمه های جداگانه آنها جای مصرع و یا کلمه را عوض هم کرده می توانسته است. به طوری دیگر گوییم از دلیل های بالا معلوم می گردد که از همان سال ملاقات و بیت برک نخستین صدرالدین با عبدالواحد میل او به ایجاد بیت و یا شعری
به کشف و اختراع تضمین یا نظیره پیدا گردیده ایستاده بوده است. از جانب دیگر از مجبوریت به ساختکاری و فریبگری میل پیدا کردن صدرالدین نورس را در هنگام بیت برک با عبدالواحد تا اندازه گواه از ایجادکاری و اختراعات بدیعی او از سالهای نخستین شناساییش با اشعار سرآمدان ادبیات کلاسیکی فارس تاجیک حسابیدن ممکن است. یعنی او به واسطه بیتی را بالا پایین کرده به مطلب موافق نموده خواندنش و کلمه های بیرونه را که حرف های اولینشان به صدرالدین در کار بوده است به جای کلمه اولینی بعضی بیت ها آوردن کلمه نوی آهنگناک دیگر را ایجاد نمودنش از قابلیت شاعری او گواهی می دادند. از جانب سیوم از نتیجه و جنبست همین بیت برک با عبدالواحد معلوم می گردد که صدرالدین برای آنکه در بیت برک مغلوب نگردد و به سبب در یاد نداشتن و یافته نتوانستن بیت در کاری با حرف ژ خودش در جواب به عبدالواحد نخستین بیت را اختراع می کند که آن را شعر اولینی ایجاد کرده عینی شماریدن ممکن است. خود عینی در این باره این طور نوشته بود: یک وقت حریف یک بیت خواند که آخرش حرف ژ بود. من در عمر خود هنوز به بیت راست نآمده بودم که اولش حرف ژ باشد. تنها من دو کلمه می دانستم که اولی آنها حرف ژ بود: یکم ژاله، دوم ژاژ، ژاژخایی. ژاژ، ژاژه، ژاژخایی سخنهای بیهوده، یاوه و هرزگویی سخن فچ. من کوشش می کردم که یکی از این کلمه ها را به سر بیت به جای کلمه خوانم، اما به زودی راست نمی آمد. حریف باشد، تیز باش، یا جواب گوی یا شهرت را ده، مغلوبی را بگردن گیر. گویان مرا بتر سراسیمه می کرد. در این وقت من با الهام تنگی احوالم یک باره ژاژ و ماژ و ژاژ و ماژ و ژاژ و ماژ، این همه ژاژ است سر تا پای ژاژ گفته سر دادم. اگر این بیت را نظم گفتن ممکن باشد، اولین نظمی که من گفتم همین است. همانجا جلد 6 صفحه های 192-193. از خیلی بالا معلوم می گردد که از یک طرف عبدالواحد تا روزی واخوریش با صدرالدین با بیازهای بیت برک زمان خود خوب شناس بوده است. او به واسطه از بر کردن بیت های آنها می خواسته است حریفانش را مغلوب سازد. از طرف دیگر صدرالدین از درست ندانستن مضمون و معنی های بعضی بیت های از یاد کرده عبدالواحد از آن بیازها استفاده برده با حرف ژ بیت نسبتاً سوست و تصادفاً ایجاد کرده خود را پیشکش می نماید و با همین او را مغلوب می سازد. از طرف سیوم خودی صدرالدین این دو مصرعی بالا را نه شعر بلکه به مثل پدرش نظم گفته با همین خوانندگان را از تماماً خراب شکل و خراب مضمون و خراب معنی بودن آن آگاه می سازد. عبدالواحد باشد بعدی بیت بالای عینی هیچ به مغلوبیت خود تن نمی دهد و با صدرالدین جنجال و خرخشه آغاز می نماید. او حتی می گوید که کلمه ژاژ به حرف ج جاج نوشته می شود، نه با حرف ژ. حل این معما را قاضی کلانزاده شریف جان مخدوم به ذمه خود می گیرد.
عینی این لحظه بحث و مناظره و جنجال عبدالواحد را راجع به این ایجادکاری خودش در وقت آفرینیش بیت با حرف ژ در هنگام بیت برک، چی در مختصری ترجمه حالی خودم و چی در یادداشت‌ها مفصل بیان کرده است. حریف عبدالواحد حرف اولی این بیت ژ نه ج است گویان جنجال سر کرد. من باشم بر بالای ژ بودنی این حرف سخت ایستاده بودم و یقین می دانستم که این حرف ژ است نه ج. اما من درون می خندیدم، زیرا این بیتی که من خوانده بودم هیچ معنی نداشت و بافته خودم بود. خوشبختانه حریف به این نقطه سستی من پی نبرده بود. بسری جنجال ما از مهمانخانه یک آدم میان سالی یک چشمه برآمده آمد که او هم بخارایی بوده، از خدمتگاران شریف جان مخدوم بود. و بعد از قدری به جنجال ما گوش انداخته ایستادن، از مخدوم جان شریف جان مخدوم پرسیدن در کار است که گپی کدامتان درست است گفت. حریف من بیت مذکور را با قلمی قرینداش با خطی خود به کاغذ نوشته گرفت. خطش خیلی خوب بود و مانندی کسانی که در راستی دعوای خود باوری دارند مغرورانه به طرف مهمانخانه رفته به آنجا در آمده و بعد از 2 دقیقه مانندی مرغی در آب غوطیده شلپر شده در زیر عرق خجالت مانده از مهمانخانه برآمده آمد. صدرالدین عینی، کلیات، جلد 6، صفحه 193. همین طور حل این مسئله به ذمه قاضی کلانزاده شریف جان مخدوم واگذار می گردد. هنگامی که صدرالدین لباسی دریده چرکینی صحرایی داشته را به پیش یک آدمی کلانزاده شهری که همه او را حرمت می کند و خدمتگارانش هم لباسی آزاده شهری دارند، همانجا صفحه 193 دعوت می کنند او یا از روی طلبات آداب و اخلاق، یا از احترام، یا از شرم و حیا، یا از آزادانه نبودن لباسهایش و یا از دیگر وضع به مهمانخانه نمی درآید. وقتی که اکاش سید محی الدین خواجه او را به مهمانخانه جیغ می زند، تنها همان لحظه به آنجا می درآید. صدرالدین نورس یکمین بار در پیشگاه مهمانخانه یک جوانی سفید روی خرماموی تخمیناً 25 ساله، در مختصری ترجمه حالی خودم یک جوانی نوریشی تخمیناً 25-26 ساله را همچون سرمهمان می بیند. قاضی کلانزاده شریف جان مخدوم بعد از با دقت نگاه کردن و پرسیدن نامش و باوری حاصل کردنش از بیت برکش با عبدالواحد به صدرالدین می گوید گپی تو درست است. ژاژ با ژ نوشته می شود نه با ج، گفت و علاوه نمود. تو برای به بخارا رفته خواندن خواهش نداری؟ من سرخم کردم، چیزی نگفتم، اما برای از نعمت خواندن محروم شدنم دلم ویران شد و در چشمانم آب چرخ زد. همانجا جلد 6 صفحه 194. پس از این قاضی کلانزاده شریف جان مخدوم به همه مهمانان حاضرین و میزبان توصیه می دهد که صدرالدین را برای خواندن در مدرسه به بخارا فرستانند. گرچند اکاش سید محی الدین خواجه درباره بی پدر و بی مادر بودنشان و در عذاب و مشقت و بی سراوان ماندنی دادرانش که به عهده صدرالدین 15 ساله افتاده بود، به قاضی کلانزاده شریف جان مخدوم عرض حال می کند
ولی او در جواب به سید محی الدین خواجه می گوید: هر چی باشد هم، گفت شریف جان مخدوم، این را خواندن در کار است. بچه قابلیت ناک می نماید. محمدانای ما را، اشاره به میرزا عبدالواحد، در بیت برک بند کردن کاری آسان نبود. همانجا جلد 6 صفحه 194. چون این تعریف، توصیه و تأکید قاضی کلانزاده شریف جان مخدوم به عقل و گوش صدرالدین طالب علم سخت نقش می بندد. او بعد از 2 روزی از دهه محله رفتن قاضی کلانزاده و ندیمان و خدمتگارانش از اکاش سید محی الدین خواجه و دامالله کنجکی او مدرس ملا عبدالسلام با اصرار خواهش می کند که آنها او را همراهشان به خواندن به بخارا برند تا که با همین هم آرزو و آمال و مقصد خودی صدرالدین طالب علم راجع به تحصیل در مدرسه جامعه عمل پوشند و هم با همین وصیت پدرشان درباره من بعد در مدرسه خواندن او عملی گردد. خود عینی در این باره در یادداشت‌ها این طور نوشته است: بعد از 2 روز مهمانان شریف جان مخدوم و خدمتگاران او رفتند و من هم در پیش اکعم و دامالله او ملا عبدالسلام مسئله بخارا رفته خواندنم را به طرز قطعی ماندم. صدرالدین عینی، کلیات، جلد 6 صفحه 195. چنین خواهش قطعی و جذب زیاد و بی اندازه صدرالدین علم دوست بهر تحصیل در مدرسه بخارا سید محی الدین خواجه و دامالله کنجکی او ملا عبدالسلام را وادار ساختند که در فکری به بخارا برده خواندن صدرالدین شوند. همینها به آن سببگار می شوند که با گفت عینی ملا عبدالسلام هم طرف مرا گرفت: زندگی یک نوع می گذرد، خدا پادشاست گفت. همانجا جلد 1 صفحه 27. و آنها هر دو صدرالدین را با خود به بخارا بردنی می شوند. در این لحظه سید محی الدین خواجه و ملا عبدالسلام به قراری می آیند که برادران سید سراج الدین خواجه و سید کرام الدین خواجه را به تربیه و نگاه و بینی در خانه بابا کلان و مادر کلان مادریشان در دهه محله بالا مانده صدرالدین را همراه خود برای خواندن در مدرسه به بخارا میبرند. از روی عرف و عادتهای عنعنوی سید محی الدین خواجه و صدرالدین وظیفه‌دار بودند که پیش از به بخارا رفتن آش سری ساری پدر و مادرشان را دهند و هر دو دادر را ختنه کنانند. این هر دو کار و وظیفه برای اهل عائله متوفایان خراجات معینی را طلب می کردند. بنابراین سید محی الدین خواجه و صدرالدین بعد از مصلحت با ملا عبدالسلام با نشاندادی بی واسطه صدرالدین با قراری می آیند که حولی روی دریچناکی در دهه محله بالا از پدر مانده شان را فروشند و پولی از فروش آن به دست در آمده را به آش سری ساری پدر و مادرشان و ختنه سید سراج الدین خواجه و سید کرام الدین خواجه صرف کنند. سبب این آن بود که بعد از فکر و اندیشه های زیاد ناخواست به خاطر صدرالدین اندیشه فروختن حولی روی دریچناکی در دهه محله بالا بوده پدرش می آید. او این عقیده خود را در این باره به اکاش سید محی الدین خواجه این طور بیان می کند: این حولی به ما هیچ در کاری ندارد. ما بعد از این هیچگاه
به محله بالا آمده نخواهیم نشست. و حال آنکه اگر در وقت زنده بودنی مادر کلان و بابایمان همراه خان این حولی را نفروشیم، عجب نیست که ملا نوروز بر این یک آدمی حرامخوری اغواگر، یکی از پیرسنش‌های رمنی غلامان عینی ملا نوروز نام دارد، صاحب تبرف روز وی را از دست ما مفت گیرد. صدرالدین عینی، کلیات، جلد 6، صفحه 196. همین طور سید محی الدین خواجه و صدرالدین در تابستان سال 1890 آن حولی روی دریچناکی از پدرشان در دهه محله بالا به میراث مانده را فوراً فروخته به دهه ساکتری رفته آشی سری ساری پدر و مادرشان را دادند. آنها بعد از گذشتن یک روزی آشی سری ساری والدینشان تویچه داده هر دو دادرشان سید سراج الدین خواجه و سید کرام الدین را ختنه کناندند. همانجا جلد 6 صفحه های 195-196. صدرالدین پس از توی ختنه و به پای خیستن سید سراج الدین خواجه و سید کرام الدین خواجه هر دو گوسفند را فروخته برای خودش و دادرهایش یک چند کرته و لازمی و لباسهای زمستانی می دوزاند. قسمی بسیاری مویز و غولینگ را به برادرانش جدا می کند و کمکش را برای بخارا نگاه می دارد. به قدری در کاری کرپه و باریشت را هم برای خود و هم برای آنها جدا می نماید و بعد از این آنها را به اشیا و اسبابی در کاری روزگار به دهه محله بالا به خانه بابا کلان و مادر کلان مادریشان برده جای به جای می کناند. سید محی الدین خواجه باشد برای در مدرسه روزگذرانی و خراجات من بعده یک جایه‌شان خرشان را می فروشد تا که با صدرالدین با پولی آن اندکی هم باشد زندگیشان را سبک گردانند. همانجا جلد 5 صفحه 27. صدرالدین کمکک توتمویز و غولینگ به قدری در کاری کرپه و باریشت و از میراث پدر یک دیگچه مدرسگی و یک خمچه روغن را با خود گرفته دیگر اسباب و انجام خواجگی از جمله طبقهای سفال و دیگ جامشویی را در خانه اولاد ساکتریگیشان گذاشته حولی اولادی و اجدادیشان را قلف کرده راه بخارا را پیش می گیرد. او همه این لحظه های وداعی خود را با حولی پدری و باباییش ابنا و اجدادیش را در یادداشت‌ها این طور جمع‌بست کرده است. بعد از به پای خیستن دادران بعد از توی ختنه من گوسفندانم را فروخته برای خودم و دادرهایم یک قطار کرته لازمی و لباسهای زمستانی گرفته دوزاندم. از پولی گوسفندان 5 تنگه 75 تین در دوره حکمرانی امیران منقیط 1 تنگه مطابق 15-20 تینی روسیه حساب می یافت زیادتی کرد که وی را برای احتیاط در میان خود محکم بستم. از توتمویز و غولینگ هم قسم بسیارش را برای برادران جدا کرده کمککش را برای بخارا نگاه داشتم. از کرپه بالیش ها برای خود و دادران به قدری در کاری جدا کرده گرفته دیگرش را با طبقهای سفال و دیگ جامشویی در خانه گذاشته قلف کردم. از پدر یک دیگچه مدرسگی و یک خمچه روغن مانده بود که اینها را در وقتی در مدرسه بودنش خریده کار فرموده بوده است. آنها را هم برای خود به مدرسه بردنی شدم. خر را باشد اکم فروخته گرفت که در مدرسه به خرچهای شریکی امان کار فرماید. خیبر را سگی حوریشان را که در وقتی 6 ماهگیش از تقایی چوپانم نیازخان گرفته بودیم باز به او گردانده دادم.
من دادران را با اشیا و اسبابشان به دیهه محله بالا برده ماندم و برای به بخارا رفتن تماما تیار شدم. صدرالدین عینی، کلیات، جلد 6، صفحه 196. خواننده از جمله های بالا با چقدر مال و ثروت، چیز و جهاز و اسباب های خواجگی مالک بودنی اولاد نویسنده بزرگ آینده تاجیک عینی را 100% تصور کرده می تواند. از این پیش می دانستیم که سید مراد خواجه صاحب 4 تناب زمین کیشت، حولی روی دریچناک در دیهه های ساکتری و محله بالا، دستگاه بافندگی و سنگ آسیا تراشی بود. اهل عیار آنها یک سرمادگاوی شیردی هم داشت که در سال پندمیایی وبای 1889 دم کرده می مرد و مادرشان زیورای گوساله‌اش را به خواجه خان مسلوق و معیوب صدقه می دهد. چند سرمرغی که داشتند، صدرالدین آنها را برای طبابت و شفایابی مادرش زیورای و 3 برادری دچار وبا گشته کشته به آنها می خوراند. در آخر در خواجگیشان از حیوانات یگانه خر می ماند که سید محی الدین خواجه آن را هم در آغاز ماه سپتامبر سال 1890 فروخته، پول آن را برای خرج شریکیشان در مدرسه با صدرالدین محفوظ می دارد. سگ دوستدار اهل عائله و مخصوصاً صدرالدین را این فرزندی با عقل و ذکی و رحمدل و مشفق به تقاضای چوپانش نیازخان بر می گرداند تا که آن بی پرستار و بی صاحب نماند و در بدر و دیدون نگردد. هر یک فرد تاجیک از خرد تا کلان چنین مهر و محبت را به دوستی چارپای خود به سگ از عینی آموزد که او در این و یا آن اثرش از جمله غلامان سگش خیبر را در بسیار حالتها از صدها و صدها آدمانی گرگ مجاز بلند مقامتر و انسانوارتر به قلم تصویر گرفته است. شما گفتاری 19 را از روی کتاب ادبیات شناسی ورزیده و منقد برجسته تاجیک صاحب تبرف زندگی نامه صدرالدین عینی سالهای 1875 1899 در قرائت عبدالرشید خوجمقولов شنیدید. کارگردان شیرعلی نغزلی. پایان گفتار از سلسله خوانش ادبی. شاد باشید.